به کانال یوتیوب پارسین خوش آمدید. آیا می دانید اولین صدای ضبط شده در ایران متعلق به کیست؟ اولین صدای ضبط شده در تاریخ ایران متعلق به مظفرالدین شاه است که به خطاب به علیاصغر اتابک نخست وزیر ایران و وزرای او صحبت‌های خرسندمندانه می‌کند. جناب اسقر و دامت اعظم از خدمات ثابت به لحاظ شما کتابه های 40 سال خدمت می‌کنید از همه خدمات شما راضی هستم. و خصوص از خدمات 24 ساله‌ای که در تجارت خود کار می‌کنید و انشاءالله عوض اینها را همه را به شما مرحمت خواهیم فرمود و شما هم ابدا ذره‌ای در خدمات خودتان انشاءالله قصور نخواهید داشت و مرحمت ما را به اعلی درجه نسبت به خودتان بدانید. انشاءالله رحمان بعدی تا 100 سال که خدمت بکنید امیدوار هستم که همیشه خوب باشه و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید البته خداوند او را عوض نخواهد داشت. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خودمان باشم به شما خواهم داشت. از خدمات همه وزرا هم راضی هستیم و شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض میکنید و همه را به موضوع عرض میکنید. اگر شما عزیزان به تاریخ ایران علاقه‌مند هستید کانال پارسینه را دنبال کنید.